برخی از دانشجویان توجیک از اروди به قولی آنها ноҷо و بیش از حدی مسئولین دانشگاه‌ها به سرو لباس و نمود ظاهیریاشان نگرانی میکنند. آنها میگویند حالا در بعضی از دانشگاه‌ها نه فقط پوشیدن لباس رسمی طلب میشود بلکه به رنگ ҷӯробу بالاپوش زمستانه و رنگ لب و آرایش موی نیز اهمیت میدهند. عالم جان دانشجوی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان را اخیراً برای با ҷӯроби سفید به درس آمدنش سرزنش کرد. عالم جان روز 28 نوامبر گفت او معمولاً پایافزال نوی مکاسین را با ҷӯроби رنگش تاریک نمیپوشد و آن روز هم با این نمود پایافزال و ҷӯроби سفید به درس آمد. برای رنگ ҷӯроб هم او را در درآمدگاه دانشگاه نگاه داشتند و گفتند دیگر با این حال به درس نآید و باید رنگ ҷӯробش حداقل خاکستر رنگ باشد. مسئولین دانشگاه در نوبت خود از آن نگرانی میکنند که برخی از دانشجویان از اتیکه لباسپوشی بی‌خبرند و اگر پیش راهشان گرفته نشود با لباس ورزشی به درس میآید. مبینه خان خوجایو و معاون رکتور اوید به کارهای تربیت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان روز 28 نوامبر در صحبت با رادیو زاده گفت برای رعایت لباسی که از سوی وزارت معارف توصیه شده است هر بار میان دانشجویان رید میگذرانند و آنها را از قاعده درست لباسپوشی آگاه میکنند. ولی با گفته عالم جان دانشجوی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان برای آنها همچنین پوشیدن شیم با رنگ روشن، کورته‌های خانه‌چه‌دار و بارانی‌های سرپوشدار ممکن نیست. این طلب دانشجو را دانشجویان قاعده نانوشته عنوان میکنند که در یگان سند آورده نشده است و تنها از سوی مسئولین دانشگاه شفاهی طلب میشود. عالم جان میگوید برای اکثر جوانان در فصل تیرم و پوشیدن بارانی‌های سرپوشدار راحت است چون در صورت باریدن باران هم میتوانند آن را به سر کشند. طلب پوشیدن لباس در همه دانشگاه‌ها یکسان نیست. در بعضی از دانشگاه‌های پایتخت اگرچه از دختران پوشیدن شیم یک رنگ و سیاه طلب میشود اما مهم نیست آن شیم حتما رسمی یا کلاسیکی باشد. ولی در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه دختران تنها با شیم کلاسیکی دارای دو رنگ سیاه و خاکستر رنگ به درس راه داده میشوند. پوشیدن دامن یا یوبکه‌های کوتاه، شیم و کورته‌های تنگ در درس برای دانشجویان این دانشگاه قطعاً منع است. همچنین دختران دانشجو با موهای پرتافته و لب سرخ به درس راه داده نمیشوند. سهیلی یک دانشجوی دانشگاه اسلاویانی میگوید شیم‌ها باید فراخ باشند، دامن‌ها باید رنگی روشن و زرد و سرخ نداشته باشند. پوشیدن کراسوفکی هم ممکن نیست. لباس کلاسیکی با پایافزال پوشنه بلند زیبا است ولی هر روز با توفله پوشنه بلند روا کاری مشکل است. برای آسان کردن کار خود برخی از دانشجویان که پس از درس جای کار دارند یا در سیلوگی میروند در برابر لباس تنی خود یک سر و لباس دیگر در جزدان میگیرند. سهیلی میگوید معمولا با خود کراسوفکی میگیرم، بعد درس در دانشگاه لباسم رو عوض کرده لباس آزاد میپوشم و به درس لوگی میروم. با لباس رسمی نمیخوام در شهر گردم میگوید او. بحث لباس در مکتب‌های میانه و دانشگاه تاجیکستان چند سال پیش شروع شد. در مکتب‌های میانه الکی این موضوع دیگر تا جای حل خود را یافته و از سوی خوانندگان رعایت میشود. اما به بحث سر لباس پوشی در دانشگاه‌ها همانا نقطه گذاشته نشده است و معمولا در درآمدگاه‌های دانشگاه‌ها هر صبح گروهی از دانشجویان دیده میشوند که به دلیل ناموافق بودن یگان لباس یا پایافزال از در و دروازه بیرون ماندند.